طبق سپارشی رهبریت وزارت کارهای داخلی با مقصد پرزور نمودن نظارت از بالای حرکت در راهها، بلند برداشتن انتظام اشتراکچیان حرکت در راه، پیشگیری و آشکار نمودن قاعده و ویرانکنی‌های دغل حرکت در راه که بعض صادرشوی صدمه‌های راه و نقلیاتی مساعدت می‌کنند، سنه‌های 25 تا 27 نوامبر سال روان با استفاده از قوه واسطه‌های مقامات کارهای داخلی، شعبه منطقوی امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی، شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در یکجایی با کارمندان پروکراتورای ولایت سوخت، ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در حدود شهر و ناحیه‌های خوجند، بوستان، گلستان و باباجان غفورов چاره‌بینی‌های مقصدناک تشکیل و گذرانیده شدند. ضمن گذراندن چاره‌بینی مذکور معین گشت که نوبسته از گذراندن کارهای تشویقاتی و فهماندهی در بین اهالی، حالا هم رانندگان یافت می‌شوند که در حالت مستی و به‌حجت رانندگی در سر چنبرکی واسطه نقلیات نشسته حیات خود و اطرافیان را زیر خطر می‌گذارند. آنها حتی اندیشه هم نمی‌کنند که با این رفتارشان می‌توانند چندین نفران را از حیات محروم ساخته یا معیوب یکگمره گردانند. مثلا شهروند نبیف عبدالحمید استقامت کننده محله هشتم شهر خوجند واسطه نقلیات رفیقش تمغه مرسدس بنز رقم دولتیش 0306 RK02 در حالت مستی اداره می‌نمود که از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت گردید. نسبت نامبرده طبق ماده 332 قسم 1 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری پرونده ماموری ترتیب داده شده به مقامات سودی ارسال کرده شد و واسطه نقلیات به ایستگاه جریموی دسترس کرده شد. اینچنین شهروند محمودов شفقت استقامت کننده جماعت حیدر عثمانی نوحیه باباجان غفورов واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز را به حجت رانندگی اداره می‌نمود که از طرف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت گردیده نسبت نامبرده پرونده ماموری طبق ماده 336 قسم 1 ترتیب داده شده به ایستگاه جریموی بازرسی دولتی اتومبیلی دسترس کرده شد. در رفت چاره‌بینی مقصدناک اینچنین رانندگان زیرین برای به اجازتنامه 36 اداره نمودن واسطه نقلیات بازداشت گردیدند. راننده автомашини تمغه مرسدس بنز رقم قیدی دولتیش 1377 YY02 عثمانов رحیمجان равшанҷонович استقامت کننده محله 27 شهر خوجند. راننده автомашини تمغه تویوتا کمری مومینов سعید اکرم سعید اکبرویچ استقامت کننده محله 19 شهر خوجند. راننده автомашини تمغه تویوتا کارولا ابراهیمزاده محمد استقامت کننده جماعت مسجد نوحیه مسجد. راننده автомашини تمغه لکسوس رقم قیدی دولتیش 9099 RK02 شرماتов улуғбек уктамович استقامت کننده جماعت دهات اسفساری نوحیه باباجان غفورов. راننده автомашини تمغه BMW رقم قیدی دولتیش 7367 RY02 یعقوبов جهانگیر استقامت کننده شهر خوجند. راننده автомашини تمغه مرسدس بنز رقم قیدی دولتیش 0111 OQ02 میرزاجانов наврӯзҷон میرزاجанович. راننده автомашини تمغه وز 2107 رقم قیدی دولتیش 0015 RS02 حکیمов شهزاد رستمович استقامت کننده شهر خوجند واسطه نقلیات خود را به اجازتنامه 36 اداره می‌نمودند و نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 330 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری پرونده ماموری ترتیب داده شده واسطه نقلیات به ایستگاه جریموی دسترس کرده شدند. شهروند نادیرов улуғбек ҷумабоевич استقامت کننده دهه بخت نوحیه ظفرآباد باشد واسطه نقلیات خود تمغه تویوتا کمری رقم قیدی دولتیش 8668 SE01 را با سیگنال‌های آوازی غیر استانداردی اداره می‌نمود که نسبت نامبرده پرونده ماموری طبق ماده 316 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده به مقامات سودی ارسال کرده شد. در عموم دوام گذراندن چاره‌بینی‌های مذکور از جانب گروه‌های کوری همگی 486 عدد قاعده و ویرانکنی‌های حرکت در راه آشکار و حجت‌گذاری کرده شدند. از جمله اداره واسطه نقلیات در حالت مستی 2 حالت، اداره واسطه نقلیات به حجت رانندگی 2 حالت، اداره واسطه نقلیات با آینه‌های 36 به اجازتنامه بازرسی دولتی اتومبیلی 18 حالت، اداره واسطه نقلیات به رقم قیدی دولتی 4 حالت، اداره واسطه نقلیات با رقم‌های بیگانه 3 حالت، استفاده تلفن‌های موبیلی ضمن اداره واسطه نقلیات 7 حالت، اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی 2 حالت، دیگر قاعده ویرانکنی‌های حرکت در راه 189 حالت. قاعده ویرانکنی‌های مذکور از آن شهادت می‌دهد که برخی از رانندگان نه تنها حرمت خود و دیگر اشتراکچیان حرکت را به جا نمی‌آورند، اینچنین از معرفت حقوقی رانندگی نیز بی‌خبرند. بازرسی دولتی اتومبیلی باوری دارد که تشکیل و برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها برای تامین بی‌خطری حرکت در راه‌ها پس گرداندن سطح صدمه‌ناکی و بلند برداشتن معرفت حقوقی اشتراکچیان حرکت در راه مساعدت خواهد کرد.